معین مسلکی وزارت اقتصاد کشور طی سفرش به ولایت غزنی با مسئولان محلی و نمایندگان مؤسسات در این ولایت بازدید نمود. عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در این دیدار بیان داشت که این وزارت متحد است تا برای مؤسساتی که در بخش‌های زیربنایی فعالیت دارند تسهیلات بیشتر را فراهم نماید. پروژه هایی که اولویت افغانستان است، اولویت این ولایت است و نقش برجسته و برازنده را در رشد توسعه اقتصادی کشور میتونه داشته باشه و به گونه پروژه های زیربنایی قلمداد میشه، در این ارتباط تساهل و مدارا در وزارت اقتصاد وجود داره. یعنی قبل از اینکه تفاهم نامه امضا شود میشه این پروژه ها به دلیل اولویت مهم و راهبردی و استراتژیک که داره آغاز شود. معین مسلکی وزارت اقتصاد در نشستی که با باشندگان ولایت غزنی داشت از آنان خواست نباید قربانی توطئه‌های بیرونی شوند و باید در کنار نظام کنونی بایستند. مبادا خدای نخواسته شکار توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمن و برخی عوامل دشمن شویم ما و شما. کسانی که امروزه به هر دلیل مخالف نظامی یا مخالف سیاسی این نظام هستند، شما اگر واقع بینانه و کارشناسانه و منصفانه توجه و احتمام نظر داشته باشین، تحت هیچ شرایط پایگاه اجتماعی ندارند. این در حالی است که چند قبل نیز وزیر صنعت و تجارت به ولایت غزنی سفر نموده و با مسئولان محلی و صنعتکاران در این ولایت بازدید نمود.